ای نسخه نامه الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم است، از خود بطلب هر آنچه که خواهی که توی. سلام عرض ادب خدمت تمام بیننده های عزیز اندیشه. امیدوار هستم در هر کجای از این کره خاکی که هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستای عزیز، بحث ما در رابطه با جامعه سالم است. جامعه سالم، تصور بکنید دوستای عزیز، یک جامعه سالم باشه چقدر زیبا میشه، حرمت ها حفظ باشه، حقوق مراعات باشه، چقدر زیبا میشه دوستای بینهایت عزیز. و این بحث از کجا شروع میشه؟ از دوران کودکی جوانا و نوجوانا. افرادی که در یک محیط سالم تربیت میشن طبیعتا با افکار سالم در جامعه تقدیم میشه و هیچ خوف و خطری از طرف از این جامعه را تهدید نمیکنه. بنابراین دوستای عزیز، متوجه تربیت اولادهایتان باشید. هنر تربیت کردن اولادهایتان را یاد بگیرید. این بحث دیگر است که من روز دیگر خواهد یک ویدیویی ساختم که معلوماتی که من درباره تربیت اطفال دارم به شما ارائه خود کردم. دوستای بینهایت عزیز، اگر ما خواستار یک جامعه سالم باشیم، اولا باید ما خودمان نمونه و یک سمبول خوبی در جامعه باشیم. حقوق مردم را رعایت بکنیم، دست به خیانت نزنیم، دروغ نگوییم، ضرر ما به یک کسی نرسد. این بحث‌های است دوستای عزیز که وظیفه یک انسان به حیث ازی که در یک جامعه زیست و زندگی میکنه وظیفه‌اش است دوستای بینهایت عزیز. بنابراین دوستای عزیز، خانواده های گرامی، کسایی که این ویدیو رو میبینید، خواستم از شما این است که بیایید اصلاح را اول از خود ما آغاز بکنیم. یکی از بحث‌های است دوستای عزیز که من زیادتر متوجهش هستم و این است که هر کس میبینی جامعه را ملامت میکنه، هر کس میبینی حکومت ها را ملامت میکنه، هر کس میبینی خانواده ها را ملامت میکنه، هر کس میبینی. ولی نمیگم که بحث نیست. از طبیعتا محیط سر ما تاثیرگذاری داره، طبیعتا خانواده سر ما تاثیرگذاری خود داره، طبیعتا جامعه سر ما تاثیرگذاری خود داره. اما دوستای عزیز، بیاین اولا خود یک اصلاح بسازیم، اولا سر فکر و افکار خودمون کار بکنیم، اول اصلاح از خود ما آغاز بکنیم، اول شکرگزاری را خود ما به خود ما تلقین بکنیم، یاد بدیم، اول خدمت کردن به جامعه را خود ما به خود ما تلقین بدیم. به او اساس ما میتونیم چی بکنیم؟ شروع بکنیم. یک اشتباهی از برادر خود میبینیم، برادر عزیز ما، بر خود ما باید مهربانانه باشد. دوستان عزیز را یادآوری کنیم براتون، برادر عزیز ما، این کار خوبی نیست، این کار را نکن، ضررش اینقدر است. یعنی است که دوستای عزیز، وقتی که ما مهربانانه صحبت میکنیم میتونیم یک چهار دوست دیگه داریم و را اصلاح بسازیم. بنابراین دوستای عزیز، متوجه تربیت اطفال باشیم. اطفال درخت جوان است که نوقت شده است. این درخت به طبیعتا به مواظبت خیلی زیادی ضرورت داره. اطفال شما همچنین یک چیزی است. هیچ وقت اشتباه نکنیم که اگر طفلم کلان شد و باز اسلام میشه، نه خیر، این بحث نیست. خودت را فریب نده. از ایام کودکی اطفالتان را تربیت بکنید، اونا را نزاکت ها را یاد بدین، حرمت ها را یاد بدین، به اونا تلقین بکنید. دوستای بینهایت عزیز، دوستای عزیز، بحث ها زیاد است، به همین قدر اکتفا میکنیم. به خاطر حمایت از ما لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید. دوستای عزیز، لایک و فالو یادتان نره. لایک شما باعث ازی میشه که ما بتونم محتویات جالب و جذاب دیگر خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم. السلام علیکم.